شان را بهانه قرار دهم و آنها را به امید ارتقا سر بدوانم. آشنایی با آپولونیوس، روستیکیوس و ماکسیموس را مدیون خدایان هستم. به لطف ایشان بارها و بارها به روشنی دیدم که حقیقت واقعی زندگی طبیعی چیست. در واقع خدایان لطف و مدد و الهام خود را از من دریغ نداشتند و اگر از دستیابی به زندگی طبیعی ناکام مانده‌ام، تقصیر خودم است که به تذکرات و در واقع راهنمایی‌های عملی و واقعی ایشان گوش فرا ندادم. اینکه با توجه به نوع زندگیم جسمی چنین مقاوم داشتم، حاکی از لطف خدایان بوده است. اینکه هرگز اسیر بندکیتا یا تئودوتوس نشدم و از ماجراهای بعدی جان سالم به در بردم، اینکه گرچه اغلب با روستیکیوس اختلاف داشتم، هرگز کار را به جایی نرساندم که بعدها موجب پشیمانی شود، و اینکه مادرم با پسین سالهای زندگی خود را پیش از مرگ زود هنگامش در کنار من سپری کرد. افزون بر این، اینکه هرگاه قصد کمک به شخص فقیر یا درمانده‌ای را داشتم، هرگز از این کار عاجز نماندم و اینکه خود نیز هرگز در وضعیتی نبودم که محتاج چنین کمکی باشم و باید خدایان را سپاس گویم. به این خاطر که زنی مطیع، دوست داشتنی و بی‌آلایش به من ارزانی داشتند. اینکه فرزندانم همیشه معلمان با کفایتی داشتند. اینکه از طریق الهام در عالم رویا برایم دارو تجویز می‌کردند، به ویژه هنگام خون بالا آوردن و سرگیجه، از جمله وقتی در کایتا و کریسا بودم. سرانجام اینکه با تمام اعتیادی که به فلسفه داشتم در دام سوفسطاییان نیفتادم و تمام وقتم را پشت میز صرف تعمق در متون درسی و قواعد منطق یا غور و غوص در علوم طبیعی نکردم. تمام این چیزهای خوب را مدیون کمک خدایان و دست تقدیرم هستم.